شما رو امضا کردیم واسه تمامی مسئولین استان تا به داد ما برسن. واقعا یک ماه تا شروع بازی ها مونده، نه خبری هست، نه مالک پیدا شد، نه بازیکن داریم، فقط خروجی داشتیم، نه اصلا معلومه چی قرار بشه تو این تیم. واقعا ما همیشه مظلوم ترین بودیم تو این استان. نمیدونم چرا این تیم اینقدر مظلوم بوده. اصلا هر جور شما حساب بکنید تیم‌های دیگه، شهرهای دیگه نصف این هوادارا دارن بهترین امکانات، بهترین مالک، بهترین بازیکن. هر سال ما همین مشکل داریم. قبل بازی‌ها میام جمع میشیم، وسط بازی‌ها، آخر بازی‌ها. چرا تا کی ما باید بیایم؟ واقعا نمیدونم. امیدوارم این آخرین راه حل ما. اومدیم اینجا که تا بگیم ما واقعا هیچ راه دیگه نداریم. خواهش می‌کنم به داد این تیم، به داد این هوادارا برسیم. مسئولین ایران همه در خوابند، تیم ما رشتیا رو دوست ندارند، تیم ما رشتیا رو دوست ندارند. برای من امروز این سوال پیش اومد، این دغدغه‌ای که ما داریم برای پیشکسوت‌ها این دغدغه به وجود نیامده، مثل بازیکنان مثل آقای چاوشی، آقای مهدوی که تیم ما داریم برای این هوادارا که این همه هوادار با غیرت اومده برای این تیم که بتونه یک ماه مونده به مسابقات هنوز هیچ تعیین تکلیفی نشد، نه مربی، نه تمدید قراردادی، نه خروجی، نه ورودی. چطور این بازیکن پیشکسوتی که چند سال بازی کرده تو این تیم نمیاد برای دغدغه این تیم؟ من از شهر دوستان اومدم به افتخار این تیم. چرا باید اینطوری باشه؟ آقای استاندار، آقای رئیس هیئت فوتبال و آقای علمان خالی که هر سال ما چیکار داره میکنه؟ چطور ملوان میتونه تیمداری کنه، داماش نمیتونه؟ شهردار حمایت حمایت، شورای شهردار حمایت حمایت، شورای شهردار حمایت حمایت. واقعا دیگه این هوادارا خسته شدن. می‌بینیم با این حال بازم این جمعیت اومده وسط هفته، روز وسط هفته اومده، ولی همچنان هیچ کی پاسخگو نیست. هر جوابی هم که ما هر بار میایم از متولیان ورزش یا فوتبال، یا کسی پاسخگو نیست، یا اگه پاسخگو باشه هیچ کدوم از این وعده عملی نمیشه. ما می‌خوایم الان نامه‌ای که تنظیم کردیم خدمت دادستان محترم خواستیم در این قضیه ورود کنه به عنوان مدعی العموم، چون دوستان هم میگن که این تیم خصوصی و ما نمیتونیم دخالت کنیم. یک بار برای همیشه این تکلیف مالکیت این باشگاه مشخص باشه. این هوادارا از روز اول تا انتهای فصل ما دغدغه چیزای اولیه باشگاه داشته باشن. امیدواریم خلاصه امسال برای یک سال هم که شده یک مالکی داشته باشیم، یک سرمایه‌گذار مطمئن ورود کنه. واقعا فرماندار، استاندار، شهردار، شورای شهر، مخصوصا نماینده‌اش، اگه این شما نماینده این جوونا نیستید، اگه شما نماینده اون 15000 نفری که برشکار تکمیل میکنن چه دسته 3 2 1 لیگ برتر و شما چه قضیه نماینده مردم رشت هستید؟ 10 سال پول نداشتیم، غیرت رشتی داشتیم. 10 سال پول نداشتیم، غیرت رشتی داشتیم. بچه‌ها امروز اومدید یه دونه کاغذم با خودتون آوردید هشتگ داماش رو دریابید. چرا؟ خاطر اینکه مسئول یکم به فکر ما باشن. شما یه بازیکن بزرگ دارید در ازا جهانبخش کردن داخل فاینال داره بازی میکنه، اسمش چیه، کاپیتان تیم ملی ماه دیگه. خلاصه باید داماش، حواستون به داماش باشه. مسئول شما چی؟ شما همینطور؟ آمدیم که مسئولین یکم به غیرتشون بخورن که داماش رو یکم کمک کنن این مالکی در بیاد. برس به فریاد ما مسئولین، مسئولین، 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 برس به فریاد ما. من نمیدونم چرا مسئولین تیمو در نمیآورد. این همه هوادار، این همه عاشق به عشق داماش اومده اینجا و این توما رو امضا کردن. امیدوارم این به نتیجه برسه و این موضوع دیگه خاتمه پیدا کنه. آقای نعیمی پور هم که فقط میاد یه چیزی میگه و میره دیگه، پشت سرش هم نگاه نمیکنه. آقای نعیمی پور یه خواهشی ازتون دارم، این تیم جز خانواده ماست، جز ناموس ماست. خواهشاً یه کمک خیلی بزرگی کنید. اگه نمیتونید به سلامت برید. ما هوادارا هستیم پشت این تیم. این تیم منحل شد، خودمون دوباره روپا کردیمش.